بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صلاة المريض. باب در مورد نماز شخص بیمار. إذا تعذر على المريض كل القيام أو تعثر بوجود ألم شديد أو خاف زيادة المرض أو بطئه به. تمام این جمله، 4 جمله‌ای که آمده است یا 4 حالت‌هایی که پیش شده است در اینجا، اینها شرط میباشند، شرطی همین مسئله. و در نحو، در زبان عربی، جمله هایی که شرط دارند 2 قسمت دارد. جمله قسمت یکمش شرط میباشد، قسمت دویمش جزاء. شرط و جزاء یعنی که گویا که شرطی همون مسئله یا شرطی همون جمله و نتیجه آن جمله، نتیجه آن شرط. فهمیدید؟ پس شرط های یا شروط این جمله 4 تا می باشد و جزاء یا اینکه ریزولتاتش یا اینکه نتیجه این مسئله ها صلى قاعدا برکوع و سجود می باشد. خب یعنی که در این 4 حالت ها این نتیجه یا این مسئله یا این جواب را باید پیروی کرد. این 4 مسئله چیست؟ 4 حالت ها قدم ها می باشند. اگر بیمار تماما قادر به ایستادن نباشد، اگر دشوار باشد بالای بیمار کل القیام، تماما ایستادن، یا اینکه او دوم، یا اینکه برایش سخت باشد به موجود شدنی یا به وجود آمدنی دردی سخت، المی شدید. سوم، یا اینکه بترسد از زیاد شدن بیماریش بترسد. او بطئه، یا اگر ایستادن بیماری را طول کشاند. یا اینکه بطء اصلا بطیء معنا دارد آهسته رفتن، آهسته کردن. آهسته مقابلی تیز هست، تیز یا زود. یا اینکه بترسد که بیماریش یا برش یعنی که صحتمندیش آهسته می شود از سبب ایستادن، مخصوصا اگر این درد یا این بیماری در پایهایش باشد یا یگان خیل جراحی باشد یا یگان خیل استخوان شکسته در پایها باشد. مثلا در تمام این 4 حالت هایی که پیش شده هست، نتیجه چیست؟ صلى قاعدا برکوع و سجود. پس نماز رو نشسته میخواند با رکوع و سجده، با پر رکوع و سجده. و یقعد کیف شاء فی الاصح، و هر طوری که میتواند یا هر طوری که میخواهد می نشیند طبق قول صحیح تر. و الا، و اگر نه من همه وقت برای شما میگویم که تا وقتی که یعنی تا اینکه من بفهمم که شما مسئله رو خوب درک کردید، همه وقت این جای رو پر کنید. وقتی که الا میگوید یا اینکه نه، یعنی که و اگر نه، همون جای خالی رو پر کنید. و اگر نه صحنه یا مسئله برعکس چی رو در نظر داریم؟ و اگر نه یعنی که در حالتی برعکس چی باید کرد؟ قام بقدر ما یمکنه، یعنی که اگر این 4 حالت برایش پیش نآید، یعنی که برایش خیستن مشکل باشد اما دردی سخت به وجود نآید، کم ترک ناراحتی یا دردی خیلی نازک یا کم به وجود بیاید، یا اینکه ایستادن برایش تماما ناممکن نیست، کم ترک، یعنی اگر زیاد ایستاد درد میکند پایهایش یا بیمار میشود یا بیماریش زیاد میشود. یعنی که اگر از این در این 4 حالت نافتد، زیر این 4 حالت نآید، این است معنای و الا، و اگر نه. پس چی باید کرد؟ قام بقدر ما یمکنه، پس در این حالت می ایستد تا به همون مقداری که امکانیت دارد، تا همون اندازه‌ای که تا همون وقتی که میتواند می ایستد. قسمت بعدی، و این تعذر الرکوع و السجود. ببینید اول از حالتی سبکتر آغاز میکند امام شرنبولی، بعد هر یک قسمت بعدیش بیماری سخت‌تر و سخت‌تر میشود یا ناتوانی همان
مصلی سخت‌تر و سخت‌تر می شود تا آنکه ما به یک مسئله می رسیم که نماز از او ساقط می شود به گفت یک قول، به طبق یک قول. پس دویم قسمت این است که و این تعذر الرکوع و السجود، اگر قادر به رکوع و سجود کردن هم نباشد، توانایی نداشته باشد به رکوع و سجده کردن. تعذر یعنی که سخت باشد برایش، عذر داشته باشد. صلى قاعدا بالإيماء، میتواند نمازش را در حالت نشسته با اشاره یعنی با ایما بخواند، یعنی با اشاره سر بخواند. فهمیدید؟ پس این شد شرط و این شد جزای همین جمله، همین مسئله. و جعل ایماءه للسجود اخفض من ایمائه للرکوع، و ایماش را یعنی اشارهش را برای سجده پستر میکند از اشارهش برای رکوع. به حد آسان، یعنی که با سرش، چون که تنها سرش را حرکت داده میتواند، سرش را با گردنش و با چند قدری که میتواند از پشتش پایانتر میکند، یا اگر پشتش را حرکت داده نتواند سرش را پایانتر خم میکند برای سجده و برای رکوع متوسط بلندتر میگذارد تا اینکه بین رکوع و سجده فرق باشد. آنها را با یک شکل اشاره نمیکند. برای همین امام شورنبوللی میگوید فإن لم يخفضه عنه لا يصح، اگر آن را یعنی که سجده را پستر نکند از او، و این ها ضمیر برمیگردد به رکوع. پس در اینجا این ها را خط کشید، اشاره کنید از سجود، و این ها ضمیر را یعنی حلقه کنید و اشاره کنید، در اینجا نویسید ای الرکوع، یعنی که فإن لم يخفض السجود عن الركوع، اگر سجده رو پستر نکند از رکوع، لا یصح، این طرز ایما درست نمی شود. ولا یرفع لوجهه، یرفع یا یرفع هم گفته می شود، گفتنش درستتر و فهماتر می شود در این جمله با شکل مثبت اگر این را بخوانیم، نه به شکل مجهول، یا شکل مثبت نه، شکل معروف و مقابل از شکل مجهول. ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه، و نباید چیزی رو بلند کند برویش تا اینکه بالایش سجده کند. اگر یرفع بخونیم باید یعنی این رو همچون مجهول ترجمه کنیم، یعنی که کسی نباید برای او بالا کند، کسی نباید برای روی وی بالا کند چیزی رو تا اینکه مصلی بالایش سجده کند. برای همین معنادارتر این است که ما این را همچون معروف این فعل مضارع را بخونیم. ولا یرفع لوجهه، و نباید با رویش، به نزد رویش چیزی رو بلند کند، یعنی از زمین، تخته باشد یا فرش باشد، قالین باشد، یک پاره از قالین باشد، یعنی زمین رو گویا با رویش قریب نکند، باید از زمین چیزی رو بلند نکند به نزدیکی رویش، بلکه برعکس باید رویش رو، خودش رو به زمین پایان کند. فاین اینجا هم مجهول اعراب گذاشتند، اما این رو معروف تلفظ کردن درست‌تر هست. فاین فعل و خفض رأسه، اگر این گونه بکند، یعنی که اگر چیزی رو از زمین بر رویش بالا کند، اما در عین وقت خفض رأسه، سرش رو هم خم کند، اگر خم کردن کفایه باشد، صح، این درست هست. چون که بعد در این حالت ما چیزی رو بلند کردن از زمین این رو به نظر نمیگیریم، همون رو به نظر میگیریم که سرش رو پست کرد، سرش رو خم کرد و خمتر کرد از رکوعش. اما اگر این گونه نکند و الا و اگر نه، اینجا جایش رو پر میکنیم. و اگر نه چی معنا؟ و اگر نه یعنی که اگر سرش رو خم نکند، تنها یک چیزی رو بالا کند به نزد رویش، لا، یعنی که درست حساب نمیشود این طرزی اشاره کردن. فهم شد؟ قسمت یکم درباره تنها قادر نبودن بالای خم شدن بر رکوع سجده هست. اما مثلا بخشش در این قسمت یکم تنها قادر نبودن به خیستن درباره این هست.
انسان خسته نمیتواند. در این قسمت دوم انسان رکوع سجده کرده نمیتواند. رکوع سجده کرده نمیتواند. چی میکند؟ ایمام میکند. اکنون قسمت سوم، و این تعسر القعود او مع مستلقیا، در حالت نشسته نماز خونده نتواند چی میکند؟ او مع ایمام میکند، یعنی اشاره میکند به حرکت های نماز با سرش، مستلقیا در حالتی که در پشتش خوابیده باشد، در پشتش خوابیده باشد، او علی جنبه، یا اینکه بر پهلوش خوابیده باشد. والاول اولا، اما حالت یکم بهتر هست، اولا هست، یعنی که با پشت خوابیدن، با پشت سر خوابیدن این بهتر است از با پهلو خوابیدن برای خواندن نماز. و یجعل تحت رأسه، و برای این حالت یکم چی باید کرد؟ زیر سرش میگذارد. یجعل میگذارد، تحت ما تحتی، یعنی که در زیر رأسه سرش، وسادتن یک بالشتی را، یک چیزی را، لیصیر وجهه الى القبلة الى السماء، تا اینکه رویش به طرف قبله گردد، نه به طرف آسمان. یعنی که انسان راست مستقیما پایهایش را گویا به طرف قبله دراز میکند و برای آن که رویش به طرف آسمان می باشد، اگر به پشتش غیلیدگی باشد، یک بالشتی را از پس سرش میگذارد تا اینکه سرش به طرف قبله شود. خب این رو خوب متوجه شوید، گرچه که شما هم اگر بیمار نشوید تا این درجه، الله شما را حفاظت کند، ما و شما را، اما میتوانیم که ما در این حالت گرفتار شویم که مثلا به یک کسی رو ما نگاه بینی میکنیم، یک پدر و مادر، بیبی و بابا مثلا بیمار شوند در حالت ناتوانی و در حالت کمزوری، با آنها این گونه میتوانیم کمک کنیم و با آنها این گونه یعنی کمک کنیم از جهت علمی که این گونه میتوانید نمازتان رو خونید. و ینبغی نصب رکبتیه این قدر حتی لا یمدهما الى القبلة. میگوید ینبغی، اما در اینجا ینبغی کم ترک شاید خواننده رو در غلط فهمی بیندازد. اصلا ینبغی معنایش ضروری بودنی چیزی هست، اما در این مسئله این ضروری نیست، برای همین میگوید که این قدره، اما این بهتر هست، این یک عملی استحبابی یا یک عملی ادبی هست. میگوید که و خوب هست و بهتر هست که زانوهایش را بالا کند، یعنی که چطوری که زانوها بالا می شود و پایها در زمین می ایستد، همین خود در حالتی خوابیدن در پشتش، بالش در تگ سرش هست، زانوهایش را هم کمترک بالا کند تا اینکه پایها اینقدر میگوید اگر قادر باشد، اگر امکانیت، اگر توانایی داشته باشد، حتی تا اینکه لا یمدهما، تا اینکه آنها را دراز نکند مستقیما به طرف قبله، یعنی از جهت ادبی. اما اگر کسی نتواند، یا اینکه بله اگر کسی نتواند یا اینکه برایش راحت تر نباشد، این باکی ندارد. حتی در حالتهای عمومی هم، به فکرم کسی یک چند وقت پیش این سوال رو کرده بود، در حالتهای عمومی هم مثلا در زندگی، یعنی در زندگی روزمره، اگر کسی از روی فراموشی یا از روی یکم چاره نباشد پایهایش به طرف قبله دراز شود، اگر نیتش به ادب بودن یا به ادبی به احترامی کردن قبله نباشد، این باکی ندارد. این مسئله نیست که باید سختی کند انسان به دیگر نفرها. البته انسان با ادب باشد، احترام داشته باشد به شعائر اسلام، به کتاب‌های اسلام، البته به دیگر چیزهای اسلام، بهتر است که انسان با ادب باشد. اما بعضی وقت همین گونه می شود که انسان نمیتواند، یا انسان بیمار هست، یا انسان پیرسال هست، یا انسان حامله هست، مثلا نمیتواند خود را مکمل دور دهد، کم ترک هم اگر کوشش کند از روی ادب خوب می شود. اما اگر نتواند و نیتش به ادبی کرده نباشد، این باکی ندارد. همین خیل هم البته روی پایها رو به طرفی کتاب‌های اسلامی گردانیدن یعنی خوب هست و این از راه ادب هست که انسان پایهایش رو دراز نکند.
به طرفی کتاب‌های اسلامی و غیره. اما بعضی وقت یعنی در بعضی حجره‌ها داخل میشویم کتاب در همه جای هست. مثلا بعضی وقت خودم به همین دچار میشم که در حتی در حجره خوابم کتاب هست که یعنی در دیوال چی داریم رفوف داریم، یعنی جای کتاب داریم، در این طرف کتاب مانده میشه، در اون طرف کتاب مانده میشه، در بالای سرم کتاب هست. بعضی وقت نمیشود، امکانیتش نیست، همین خیلی خوابم میبرد یا اینکه کتاب را آنقدر جایش رو تغییر دادن امکانیتش نیست. پس اگر آدم نیتش بی‌ادبی کردن نباشد و کوشش کند کم ترک خودش را در دهد، این کفایه میکند. به هر حال این رو تمام این رو ما تحت حدیث انما الاعمال بالنیات یعنی جواب میدهند و این چونی قاعده فقهی الامور بمقاصدها که تمام امور و مسئله ها با مقصد ها وابسته هست، با نیت ها وابسته هست. به هر حال و این تعذر الایماء و پیش از آن که دوام دیدم این چونین هم کتاب های علمی رو در زمین گذاشتن. البته مصحف رو ما باید احتیاط کنیم، احتیاطی بیشتر داشته باشیم. اما کتاب‌های اسلامی هم همین گونه رابطه کنیم. خوب هست که آنها رو در یعنی در یک جای بلند، در بالای بالیش، در بالای یک میز یا در حداقل در آغوش خود بگیریم، از میان خود بالا بگیریم. اما بعضی وقت کتاب هم اینقدر زیاد میباشد در مدرسه ها یا در خانه ها که باید مجبور میشیم که در یک کنجی حجره، در یک کنجی همون اتاق جمع کنیم کتاب ها رو، همین خیلی بالای هم دیگر گذاریم از زمین تا بالا. مثلا اگر یک کسی کوچ کند و رفوف کتاب نداشته باشد، چی می‌بینیم رفوف کتاب را همون خانچه کتاب ها را اگر نداشته باشد مجبور میشود که در یک کنج. و همین خیلی هم در دولت های اسلامی که غریب هستن، فقیر هستن، آنها کتاب ها را در زمین همین خیلی قطار میکنن، در یک کنج بالا یک رومال یک چیزی میگذارند. به هر حال خب و تاجیکی هم رفی کتاب میگوین بهترین. اگر من یکم کلمه را ندارم همین خیلی به عربی میگویم، زیادی وقت میشود درست. خب و این تعذر الایماء اگر ایما کردن هم دشوار باشد، اگر ایما کردن یعنی با سر اشاره کردن هم دشوار باشد یا شخص مصلی قادر نباشد، نتواند، اخرت عنه ما دام یفهم الخطاب. ببینید چی میگوید نتیجه این مسئله چیست؟ نماز از او تأخیر داده می شود، یعنی به یک وقتی بعدی، به یک وقتی پس از صحت یافتنش، یعنی که از ذمه او، از شانه او، از سر او میتوانیم بگوییم از عهده او نماز تأخیر داده می شود. اخرت از اخر یؤخر تأخیر کلمه می آید. نماز از او تأخیر داده می شود یعنی در قوسه گذارید که تا یک زمانی بعدی یا تا زمانی بعد صحت، مادام با شرطی که خطاب رو سخن رو بفهمد، یعنی که با شرطی که تا این درجه فهم و عقلش به جایش باشد که سخن عادی رو بفهمد، یعنی که باید از عقلش به عقل یا بیرون نشده باشد. اگر عقلش به جایش باشد، تنها صحتش رفتگی باشد، در این حالت اگر ایما هم کرده نتواند، حتی سرش رو، کله‌اش رو جنبانده نتواند، حرکت داده نتواند، در حالت خوابیدن، در این حالت در این حالت طبق فقه حنفی چی میگویند؟ یک فتوایی که بر همین یک قولی که بر همین فتوا داده می شود و تمامی منبع‌های این فتوا در این قسمت می آید، این است که نماز از سر وی ساقط نمی شود اما تأخیر داده می شود. یعنی که اگر صحتش برقرار شد باید که قضا کند، اما اگر صحتش تا دم مرگ اگر برقرار نشود از ذمه او ساقط می شود، یا اینکه باید وصیت کند. یعنی وصیت کردن برایش لازم نیست چون که صحتش برقرار نشد، اما اگر خواهد میتواند که وصیت کنه و در مورد وصیت هم میآید مسئله. قال فی الهدایه. اکنون از اینجا تا اینجا من کوشش میکنم کم ترک زودتر این را با پایان رسونم چون که وقت هم نصف شده است و تمام این قسمتی که میبینه در اینجا نامهای کتاب ها، نامهای علما میباشد و گرچه که خوب میباشد که من شما را آشنا کنم، معرفی کنم با این کتاب ها، با این علما، متاسفانه این جایش نیست و وقت هم کم هست. اما بدانید که این عنوان هایی که در قوسک می آید اینها نام های کتاب های
فقهی یا فتوای حنفی می باشد و در اینجا چندین تا نام‌های علمای احناف می باشد از زمانی قدیم که این فتوا را دادگی هستند. پس امام شرنبولاری چی میکند؟ به همین سیتت ها که به روسی گفته میشد citations یا اینکه به همین منبع ها به همین حواله ها اشاره میکند که در این کتاب های فتوا و فقه همین فتوا می آید. فهمیدید؟ و همین میگوید قال فی الهدایتی، امام مرغینانی در الهدایه این کتابی فقه حنفی می باشد. عموما پس از قدوری دست داده می شود، پس از الاختیار. از همه کتابی از همه بلندترین نیست اما از همه دشوارترین، یعنی در عموما در مدرسه ها همین رو دست می دهند و بعد از این اگر کسی خواهد تخصص کند در فقه حنفی باید به درجه افتاء داخل شود. عموما در مدرسه ها تو هدایه را دست می دهند که تصنیف شده امام مرغینانی می باشد. به هر حال میگوید که در هدایه امام مرغینانی چی میگوید؟ هو صحیح، این قول صحیح است. و این چونین صاحب الهدایه، صاحب هدایه یعنی که مؤلف هدایه، یعنی که امام مرغینانی این چونین جزم، یعنی که قطعا گفته است در التجنیس والمزید که کتاب دیگرش هست. چی گفته است؟ گفته است که بسقوط القضاء اذا دام عجزه عن الاماء اكثر من 5 صلوات وان كان يفهم مضمون الخطاب. که یک مسئله دیگر رو هم امام مرغینانی در یک کتاب دیگرش اشاره کرده است که قضا ساقط می شود، قضای نمازها ساقط می شود اگر این عجزش یا این ناتوانیش از ایما کردن برای نماز ادامه دهد، باقی بماند تا زیاده از 5 نمازها. یعنی که ما حالا در مسئله این هستیم که شخص اینقدر ناتوان و بیمار هست که حتی ایما و اشاره کردن نمیتواند با سرش برای رکوع و سجده و برای نماز. پس این شخص چی باید کرد؟ ما گفتیم که نماز از او تأخیر داده می شود و امام مرغینانی هم با این موافق هست در الهدایه. اما در کتابش التجنیس والمزید میگوید که قضا ساقط می شود اگر این ناتوانیش از 5 نماز زیادتر ادامه دهد، چون که این خیلی هم بیمار هست و از 5 نماز زیاد رو برقرار کردن و قضا کردن الکی دشواری هست. برای همین برای این شخص معذور حساب می شود و این نمازها از سرش ساقط می شود، گرچه که شخصی با عقل هم باشد و این کان یفهم مضمون الخطاب. و این چونین صححه قاضی خان، امام قاضی خان این رو هم تصحیح کرده است یا این رو تصدیق کرده است، یعنی موافق است با همین قول. و به مانند همین فتوا در المحیط هست. المحیط میتواند اشاره به المحیط الرضوی باشد یا المحیط البرهانی باشد و اختاره شیخ الاسلام و فخر الاسلام و این رو شیخ الاسلام و فخر الاسلام نیز اختیار کردند. این شیخ الاسلام فخر الاسلام لقب های علمای احناف می باشد یا این لقب های چندین تا علما می باشد در مرور تاریخ، اما وقتی که در کتاب های احناف می بینید، در کتاب های حنفی می بینید، شیخ الاسلام این اشاره می کند به امام علی ابن محمد الاسبیجابی السمرقندی، یعنی شیخ الاسلام الاسبیجابی، یعنی به امام اسبیجابی اشاره می کند که یک شرحی هدایه رو هم تصنیف کردگی هست. و فخر الاسلام که معناهایش به تاجیکی البته عیان هست، فخر الاسلام این اشاره می کند به امام علی ابن محمد البزدوی. وقتی که فخر الاسلام در کتاب های حنفی گفته می شود یعنی امام بزدوی. خب که این اکثر این علما از 4م 5م صدی اسلام می باشند. البته اگر در کتاب حنفی نباشد، در یک کتاب دیگر باشد، شیخ الاسلام میتواند به دیگر نفرها هم اشاره کند. مثلا بعضی ها شاید شنیده باشید شیخ الاسلام ابن تیمیه را شیخ الاسلام میگویند، حتی ابن حجر العسقلانی را شافعی ها شیخ الاسلام میگویند و این لقب ها البته به چندین علمای اسلام تطبیق می شود یا گفته می شود، اما وابسته به کدام کتاب رو میخوانید این به دیگر نفرها و علمای گوناگون اشاره می کنند. وقال فی الظاهریه، در فتاوای ظاهریه مؤلفش میگوید هو ظاهر روایتی و علیه الفتوى، این از ظاهری روایه
ظاهری روایه رو من برای شما فهمونده بودم. ظاهری روایه آن فتواهای رو گفته می شود از امام محمد که در کتاب‌های ظاهری روایه آمادگی هستند یا نقل شده‌اند، روایت شده‌اند. که کتاب‌های ظاهری روایه میگویند 5 تا هست یا 6 تا هست. کتاب‌های تصنیف شده امام محمد الشیبانی که در آنها فتواهای امام ابو حنیفه، امام قاضی ابو یوسف و بعضی اقوال خودش رو و بعضی اقوال امام زفر ابن هذیل و حسن اللؤلؤی رو هم جمع کردگی هست. اما از همه کتاب‌های با قوت و مستحکمی مذهب حنفی شمرده می‌شوند. خب هر یک این کتاب‌ها ظاهری روایه که 5 یا 6 تا هست، اینها نام‌های خود را دارند. مثلا المبسوط، الاصل هم گفته می‌شود، الزیادات یا السیر الصغیر، السیر الکبیر، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر و غیره. این 6 کتاب تقریبا اینها را کتاب‌های ظاهری روایه گفته می‌شود و بالای این قول فتوا هست. و در خلاصه آمده است در کتاب الخلاصه که این اختیار شده هست و صححه و این رو تصحیح و تصدیق کرده هست مؤلف ینابیع و مؤلف بدائع و این چنین امام والوالجی هم این رو قطعا گفته است رحمهم الله. الله به تمام آنها رحم کند. ولم یومی. خب تا اینجا چی شد؟ چندین تا منبع ها شد. این رو در وقت تکرار ترجمه کردن لازم نیست و زیاد برای این وقت خود را صرف کردن هم لازم نیست. خب بعضی فایده ها رو من برای شما گفتم، اما در از همه گپ مهم در اینجا این است که این است مسئله، این است نتیجه و همین است بالای همین هم فتوا هست. خب ولم یومی بعینه و قلبه و حاجبه. و طبق فقه حنفی شخص نمیتواند اشاره کند با چشمانش، با قلبش یا با ابروهایش. خب یعنی که اگر یا باید توانایی داشته باشد که حداقل سرش رو حرکت دهد برای رکوع سجده، کم هم باشد. تنها شرط همین است که سجده از رکوع باید خمتر پستر باشد. اگر نتواند، این شخص یعنی به حد بیمار هست، به حد ناتوان هست، به حد یعنی شاید صدمه دیده هست، برایش نماز تأخیر داده می شود و طبق قول دیگر اگر از 5 نماز زیاد شود ساقط می شود. و این قدر یعنی که با چشمانش و با ابروهایش با قلبش نماز خواندن قبول نمی شود. حداقل انسان باید تا یک درجه اشاره کند و این اشاره با سر حساب می شود. خب قسمت آخران و این قدر علی القیام و عجز، این از اینجا بعضی متفرقات رو ذکر می کند، یعنی بعضی احکام های گوناگون. اگر قادر باشد بر خیستن و ناتوان باشد از رکوع و سجده کردن، صلی قاعدا بالایماء، پس در این حالت نشسته با ایمان نماز خواند. خب اکنون در مابین نماز اگر بیمار شود و این عرض له مرض، اگر بیماری در مابین نماز به او پیش آید، عرض یعنی پیش آید، دچار شود، یتمها بما قدر، نمازش رو تمام میکند با همون حرکت هایی که قادر هست به آنها. در مابین نماز شکم درد کرد، پایها درد کرد، یکم سیخ زد، یکم جا شخ موند، تا همون درجه‌ای که انسان میتواند تمام میکند. اگر خسته نتواند، پشتش سیخ میزند، چیز نادرست شده باشد در بدنش، همون نشستن میتواند بخواند، نشستن نتواند به پشتش میغیلد و تا همون درجه‌ای که میتواند تمام میکند نمازش را. ولو بالایماء فی المشهور، و حتی اگر با ایما کردن هم باشد طبق قول مشهور. اما برعکس باید نمازش رو از سر نو سر کند. ولو صلى قاعدا يركع و يسجد فصح بنا ولو كان مومیا لا. پیش از آن که به مسئله دیگر رویم میگوید که اگر نمازش رو در حالت نشسته بخواند و رکوع و سجده رو بکند و بعدا صحیح شود، یعنی که در حالتی کم قدرت داشتن، در حالت نشستن نماز خونده ایستاده است یا نمازش رو آغاز کرد و برای رکوع و سجده چی میکنند؟ البته رکوع و سجده را ادا میکنند اما در حالتی نشسته. اما در مابین نماز اگر خوب شد، صحه، اگر صحیح شد،
سالم شد و نه نمازش رو ادامه می‌دهد در همان حالت بهتر شدن، یعنی میخیزد از جویش و غیره. اما اگر در حالتی اشاره کردن باشد ولو کان مومیا لا، اگر در حالت اشاره کردن باشد نه. چی معنا دارد؟ یعنی که اگر در حالت اشاره کردن باشد تا این درجه که تنها با سرش اشاره میکند بر رکوع سجده، خواب هست، ناتوان هست، تنها با سرش اشاره میکند، در مابین اگر صحیح شود، سالم شود، نمیتواند بنا کند، یعنی ادامه دهد نمازش را از مابین، باید که نمازش را دوباره آغاز کند به همون حالت سالم بودنش. چونکی از حالتی اینقدر کمزوری و ضعیف و پستی به حالتی به حد قادر بودن یا سالم بودن چی کردن، یعنی تغییر کردن، این درست نیست، به خلاف قاعده های نماز می باشد. برای همین انسان باید، یعنی از حالتی ضعیف به حالتی قوی رفتن و تبدیل و منتقل شدن درست نیست. برای همین باید نماز خود را از سر نو آغاز کند. و من جن او اغمی علیه 5 صلوات قضا، و کسی که مجنون شود، از عقلش بیرون شود یا اینکه بیهوش شود به مدت 5 نماز، 5 نماز که باشد قضا یعنی که قضا میکند بعد از درست شدنش. اما اگر از 5 نماز بیشتر باشد ولو اکثر، و اگر اکثر زیادتر شد یعنی 6 نماز یا بیشتر شد، نه، یعنی که قضا کردن برایش لازم نیست اگر صحت شود. 6 نماز، 7 نماز، 20 نماز، 100 نماز که شد و این باز هم بیهوش هست یا اینکه این باز هم از عقلش بیرون شده است، در همین حالت باقی مانده است، 6 نماز و بیشتر که شد، اگر در حیاتش سالم شود هم این نمازها رو قضا کردن برایش لازم نیست، چون که مکلف نبود. خب من میخواستم که 2 باب دیگر رو کنم. سبحان الله، آیسته آیسته پیش میرود. خب فصل فی اسقاط الصلاة و الصوم. این باب در مورد ساقط شدن نماز و روزه هست. یعنی وقتی که ساقط می شود و انسان بیمار هست، در مورد وصیت دادن و وصیت کردن و غیره مسائل می آید. خب میگوید اذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها. این از شرط و این از نتیجه. اگر بیمار از بین رود، یعنی چی شود، فوت کند، اگر شخصی بیمار شود و بعد از این بیماری هیچ صحت نشود، سالم نشود، صحتش برقرار نشود و بمیرد، از بین رود، فوت کند، ولم یقدر علی الصلاة و قادر به نماز نبود، یعنی توانایی به نماز خواندن نبود حتی با اشاره هم. یک بار دیگر میگویم اگر بیمار، یعنی در حالت مرگ باشد، ما باید بگوییم در حالت مرگ باشد، چون که این مسئله وابسته به وصیت هست و انسان وصیت کردن نمیتواند بعد از آن که فوت شد، باید که در حالت فوت باشد که وصیت کند یا نکند. برای همین میگویم که در حالت مرگ باشد و حتی با اشاره هم نتواند نماز بخواند، پس چی باید کرد؟ لا یلزمه الایصاء بها، پس وصیت کردن برای نمازهای از دست رفته‌اش بر او واجب نیست، بر او لازمی نیست. ایصاء یعنی وصیت کردن، لا یلزم لازم نیست، واجب نیست. و این قلت، حتی اگر کم هم باشد. برای چی؟ برای آن که این شخص بیمار شد و بعد از بیماریش یک مهلت پیدا نکرد برای قضا کردن این نمازها یا اینکه اگر روزه باشد این روزه ها. خب برای قضا کردن این نمازها مهلت برایش داده نشد، مهلت نگرفت، معذور بود و این عذرش ادامه یافت تا اینکه فوت کرد. در حالتی فوت کرد که نماز از سرش ساقط شده بود، پس این نمازها رو برقرار کردن یا قضا کردن برایش لازمی نیست. پس این چونین اگر لازمی نباشد یعنی که فوت نشد از او، گویا بر ذمه او چیزی نیست که او باید برقرار کند، پس وصیت کردن هم برایش لازمی نیست. و میگوید وکذا الصوم اذا افطر فیه المسافر والمریض، و این چونین روزه همین طور
اگر مسافر یا بیمار روزه رمضان را خورده باشد و پیش از برقرار شدن اقامتش یا اینکه صحتش وفات کند، برای او وصیت کردن برای این روزه ها هم واجب نیست. ببینید میگوید این چنین روزه اگر کسی بخورد روزه رمضان را یا روزه گویم که فرضی را، شخصی مسافر و شخصی بیمار هر دویشون عذر دارند و مات و هر دویشون بیمورند، فوت کنند یا در حالت مرگ باشند پیش از اقامت، یعنی که اقامت برای مسافر هست و پیش از صحت برای مریض شخصی بیمار، پیش از آن که شخصی بیمار خوب شود صحت شود یا اینکه پیش از آن که مسافر مقیم شود آنها فوت میکنند، پس در این حالت هم با آنها وصیت دادن برای این روزه های خوردگی یا قضا شدگی لازم نیست. و علیه الوصیة بما قدر علیه و بقی بذمته، و بالای شخص علیه یعنی بر او، بالای شخص تنها وصیت کردن در آن حالت لازمی هست یا وصیت کردن لازمی هست، حتمی هست برای آن نمازها و روزه‌هایی که برای آن چیزی که قادر بود برای آنها و ماند در ذمه او، یعنی که بعد از عذرش اگر یک چند روز یا چند هفته اگر زنده بود و قادر بود توانایی داشت به برقرار کردن آنها اما نکرد، یعنی تأخیر داد، گفت که من فردا میکنم، یک چند روز گذشت و اکنون در حالت مرگ هست، چون که همان 5-6 روز وقت داشت اما آنها را استفاده نکرد، برای روزه‌های فوت شدهش یا نمازهای فوت شدهش باید که وصیت کند، چون که اکنون دیگر نمیتواند، وقت ندارد، باید به اولیاءش یعنی که به ولیهایش یعنی برای خاندانش، برای کسانی که یعنی ذمه‌داری او را دارند باید وصیت کند. و وصیت چیست؟ البته وصیت این رو شاید شما البته بدانید، اما این یک سفارش است، یک طلب است که شخص پیش از مرگ برای انجام کاری معینی میدهد، مثلا مثل ادا کردن یک قرض یا قضای نماز و روزه از دست رفته، این رو گفته میشه وصیت. یک سفارش است، یک طلبش، یک حکم است، امر است که شخصی در حالت مرگ میدهد به ولیهایش. فیخرج عنه، پس چی کرده می شود؟ چگونه این از مالش گرفته می شود؟ میگوید فیخرج، اخرج یخرج از باب افعال هست، یخرج عنه ولیه من ثلث ما ترک لصوم کل یوم و لصلاة کل وقت. خب میگوید که ولیش یعنی همون شخصی که ذمه‌داری او را دارد، خانواده او، اهل و خویش و تبار اوست، از یخرجو جدا میکند، میگیرد، بیرون میکند. خب جدا میکند ولیش از سیکی مالی مرحوم، سیکی مالی او یعنی که مرحوم همون شخصی فوت شده، از سیکی مالش یا اینکه از سیکی آن چیزی که ترک کرده هست، ما ترکه یعنی طریقه او، رو طریقه گفته می شود، همان مالی که باقی میماند یا از پسش میماند، از سه قسمت مالش، تمام مالش جمع کرده می شود و سیکش رو به نظر گرفته می شود، نرخ سیکش رو به نظر گرفته می شود و از سیکی مالش اگر به شکل پول باشد البته خوب، اگر نباشد می توانند که به شکل پول گردانند و با همون مبلغ و پول می توانند که این رو پوره کنند. از سیکی مالش چی می کنند؟ لیصومی برای روزه هر یک روزی برای روزه هر یک روزی فوت شده و برای نماز هر وقت، یعنی هر وقتی که نماز نخواند، مثلا پیش از آن که فوت کند میگوید که برای 15 نماز یا اینکه برای 1 سال نماز یا برای 1 رمضان از تن من، از مال من وصیت میکنم که شما فدیه بدهید. پس آنها جدا میکنن از سه قسمت مالی وی برای ادا کردن فدیه
صومش روزش و اینچنین نمازهایش. حتی الوتر، حتی نماز وتر هم، چون که طبقی مذهب ما واجب هست ادا کردن نماز وتر. نصف ساع، چند قدر باید بدهد برای هر یک نماز و هر یک روزه؟ نصف ساع از برین، از گندم، یا اینکه قیمتی وی را، یا خود گندم را میدهد یا قیمتی وی را به مستحقین میدهد. اکنون نصف ساع چند قدر می باشد؟ نصف ساع این یک چینک می باشد، یک طرزی حساب می باشد، وزن می باشد. عموما این را علمای معاصرین به 1.875 کیلوگرم، یعنی که 1.875 کیلوگرم، یا اینکه بعضی دیگر علمای معاصرین این را به 2.32 یعنی 2.32 کیلوگرم برابر میکنند. میگویند که سا به این مقدار، به این وزن برابر میشود، چون که ما کیلوگرم رو بهتر میفهمیم. و این تقریبا اگر من به دلاری امریکایی بگویم 6 دلار می باشد، یعنی که نصف سا همین 2.5 کیلوگرم یا 1.8 کیلوگرمی که گفتم، همین تقریبا همین قدر گندم نرخش 7-8 دلار می باشد، یا اینکه 560 روبل می باشد از گندم. یا اینکه نرخش باید برای هر یک نماز و برای هر یک روزه داده شود. و این لم یوصی، خب این شد گویم که چی باید داده شود برای هر یک نماز و روزه فوت شده. پس اگر انسان عموما مسئله های، یعنی گویم که مسئله های زنده چی می باشد که انسان نمیداند که چند نمازش چند روزش فوت شده است، در این حالت باید چی کند؟ باید تخمین کند که من تخمینا از این عمرم، از این سن و سالم نماز خواندن را آغاز کردم، در این وقت نماز نمی خواندم و تقریبا روزهای حیضش رو مثلا منفی کند، جدا کند و بعد تقریبا کمتر زیادتر هم اگر تخمین کند بهتر هست و همون مقدار میدهد. و اگر مالش نرسد چی؟ در اینجا بعضی راه‌های حل هست، یک حیله هم در اینجا پیش کرده می شود. خب میگوید و این لم یوصی و تبرع عنه ولیه جازه، اگر این شخص خودش وصیت نکند در حالت مرگش، اما ولیش، خاندانش، اولادهایش، مثلا خویش و تبارش از او تبرع کنند، یعنی از حساب خود بدهند، پوره کنند، جازه این جایز هست، این قبول می شود. ولا یصح، اما جایز نیست ان یصوم ولا ان یصلی عنه، جایز نیست که از تن وی کسی روزه بگیرد یا نماز بخواند، چون که هر عبادتی که تنها بدنیه باشد، یعنی که این عبادت های بدنیه حساب می شوند، عبادت های بدنی را تنها شخصی مکلف باید اجرا کند، یک شخصی نمی تواند از تن وی ادا کند. اما اگر عبادت مالی باشد، مثلا صدقه یا زکات باشد، یا عبادت مشترکه باشد، یعنی که حج باشد، بعد این احکامش دیگر می باشد. خب قسمت بعدی رو هم میکنیم و بعدا در همینجا وقفه میکنیم. متاسفانه این باب رو نتوانستیم گذاریم. و اذا لم یفی ما اوصى به عما علیه، اگر کفایه نکند، یفی یعنی پوره نکند، این یک حیله، یک راهی حل در اینجا پیش کرده می شود. در مذهب حنفی اگر مال شخصی مرده، شخصی فوت شده اگر کفایه نکند، یک حیله پیش کرده می شود. حیله یعنی برای حیله یک راه است برای حل کردن یک مشکلات، یک دشواری با طرز درستی شرعی، به ویران کردن یک قاعده شرعی، یک راهی حل. خب اگر اذا لم یفی ما اوصى به عما علیه، اگر پوره نکند، اگر مبلغی که مرحوم وصیت کرده است برای روزه و نمازهایش اگر نرسد، یدفع ذلك المقدار للفقیر، چی باید کرد؟ این راهی حل رو میتواند استفاده کند، همون ولیش، همون خاندانش میتوانند این گونه کنند که همون مقداری که دارد، همون 3/1 مالش که هست، میتواند که به مقداری هوای مال خرد، گندم خرد، یا اینکه یک لحظه
به مقدار هوای گندم هم نباشد، نرخش باشد، همان را به فقیر می دهد. مثلا این شاید پورا کند، میتواند 100 نماز را پورا کند یا یک رمضان را پورا کند اما نمازهایش باقی ماند. در این حالت فقیر پیش از آن که این مال را استفاده کند به ملکیتش قبول میکند، اما دوباره اکنون این مال از تنی یا در ملکیت همین فقیر داخل می شود، یعنی از آنی فقیر می شود. در این حالت از میت یسقط عن المیت بقدره، از همین شخص مرحوم همان مقدار نماز یا روزه ساقط می گردد، پورا شد وصیتش. اما پیش از آن که این فقیر استفاده کند این مال رو چی میکند؟ ثم یهبه الفقیر للولی فیملکه بقبضه، دوباره فقیر این مال را هبه میکند، یعنی که همچون تحفه برمیگرداند، دوباره برمیگرداند، هدیه میکند این مال را به ولی همون مرحوم، قبول میکند به ملکیتش، از آن فقیر شد. اما فقیر این را تحفه میکند، هدیه میکند به همون ولی دوباره، و این ولی این را به قبضه خود میگیرد، دوباره از آن ولی شد. دوباره این را به یک فقیر دیگر یا به همان فقیر میدهد و چی میشود؟ دویم قسمتی که برابر به قسمت یکم هست، دویم قسمتی مالی مرحوم، بخشش مالش نه اما قضای نماز و روزه فوت شده از ذمه او ساقط می شود. بعد دوباره همین فقیر این را هدیه میکند به ولیش، به ولی همون مرحوم در قبضه او دوباره برگردد و دوباره این ولیش به یک فقیر دیگر یا به همون فقیر این را همچون فدیه نماز و روزه میدهد و فقیر به ملکیت خود قبول میکند و همین خل میکنند، چی 2 بار باشد، چی 3 بار، 4 بار، همین خل میکنند تا اینکه هر یک قسمتی، هر یک باری که میدهد ولیش به همین فقیر از نام میت برای وصیتش، هر یک باری که همین گونه میدهند یک بخشی همون نماز و روزش ساقط میگردد. حتی یستوفی ما کان علی المیت من صلاة و صیام، تا اینکه پورا شود آن چیزی که بر ذمه میت بود از نماز و روزه. و یجوز اعطاء فدیة صلوات لواحد، تا همینجا مسئله تمام می شود درباره وصیت. اما در آخر میگوید که و یجوز اعطاء فدیة صلوات لواحد جملة بخلاف کفارة الیمین، میگوید که فدیه نمازها رو یعنی جایز هست، ممکن است به یک فقیر یک جا داده شود، جملتا یک جا داده شود فدیه تمام نمازها به یک فقیر، لواحد، به یک شخص فقیر، به خلاف کفاره قسم یا سوگند که کفاره سوگند، کفاره یمین، قسم باید به شخصان گوناگون داده شود، چون که در سوره المائده آیت 89 می آید الله سبحانه و تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یعنی در مورد کفاره قسم ها در اینجا ذکر می شود و می گوید فکفارته، پس کفاره آن این است اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. 3 طرز پورا کردن کفاره قسم ذکر می شود و در جای یکم می گوید که اطعام 10 مساکین، خوراک دادن 10 مساکین یعنی مسکین ها، فقیر ها، از خوراک های متوسطی که شما خودتان میخورید، یعنی اهل عائلتان میخورند، یا اینکه اگر خوراک نباشد کسوتهم، لباس پوشانیدن آنها، و در درجه دوم تحریر رقبه، آزاد کردن گردن یعنی برده. فمن لم یجد فصیام 3 ایام، و کسی که این 2 عمل رو اجرا کردن نتوانند یا توانایی نداشته باشند باید که به مدت 3 روز روزه بگیرند برای کفاره یمین. اما به پورا این آیت رفتنی نبودم، مهم همین است که در آیت کفاره یمین باید شخصانی گوناگون به 10 مساکین باید
خوراک خورانیده شود یا داده شود. اما برای کفاره یا فدیه نمازهای فوت شده و غیره به یک شخص هم پوره داده شود، باقی ندارد، جایز هست. والله اعلم. در همین جا انشاءالله درس رو میگذاریم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.